این خبر خوشحال کننده است. پس آدونیا گریده. هیچگاه اولین روز آشنایی با آدونیا را فراموش نمی‌کنم. در اولین بازدید از شهر، کوزه‌گری آدونیا توجه ما را جلب کرد. خوش آمدین. خوش آمدین آبی جناب. کوزه‌گر ماهری است. آری جنابان باید تازه به فیلادلفیا آمده باشه. بله، تازه از روم آمدم. از مشاوران دیوک تیانوس هستم. یکی از شما باید آری جناب سولینانوس باشه. ایشان هستم. شما از کجا میدونید؟ خبرها زود در شهر میپیچد، خصوصا خبر انتصاب شهردار جدید. خوشحالم از اینکه آری جنابان کارگاه مرا با غرور خویش مزین کردید. مایلم این کوزه را از شما خریداری کنم. اشرافزادگان والاتبار رومی که روم را با همه زیبایی ها و آثار هنرمندان و مجسمه سازان چیره دستش دیدن، طبعا نباید آثار کوزه‌گری گمنام و ناتوان در گوشه دور افتاده فیلادلفیا چندان برایشان جذاب باشد. این چنین نیست. در این کارگاه به ظاهر محقر آثار ارزنده و زیبایی وجود دارد. قیمت این کوزه را نگفتید. گرچه در شأن شما نیست، اما خوشحال میشوم اگر به رسم هدیه از من بپذیرید. رد کردن هدیه این چنین ارزنده، آن هم از طرف صنعتگر ماهری چون شما، به دور از ادب است. میپذیرم. شما می توانید مجسمی از جوپیتر یا آپولون برای من بسازید. من یک کوزه‌گرم، مجسمه ساز خوبی نیستم. شاید هم نمیخواهید. کسی که این همه آثار زیبا را می سازد از ساختن مجسمه نباید عاجز باشد. خب اگر دستور عالی جنابان باشد، چاره جز اطاعت ندارد. سعی کن تندیس زیبایی بسازی. فردا برای بردنش خواهیم آمد. این همه مجسمه در معابر کافی نیست؟ من از مجسمه های گوناگون و رنگ گریختم. آن وقت تو اینجا هم سفارش مجسمه برای حفظ ظاهر هم که شده باید در خانه داشته باشم. که برای دریافت تندیس مراجعه کردیم، اتفاق عجیبی افتاد. خب استاد کوزه‌گر، تندیس آماده است یا نه؟ بله آری جناب، آماده است. امیدوارم بپسندید. این دیگر چه جور مجسمی است؟ من در حد توان تلاش کردم عالی جناب. قبلا هم به شما عرض کردم که مجسمه ساز خوبی نیستم. تو میخواهی این مسخره را به عنوان مجسمه خدایان به خانه ببری؟ عالی جناب، این مجسمه ژوپیتر بود. نمی ترسید که از شما انتقام گرفته یا گزندی بزنه؟ نه، مطمئن باش که از این تندیس زشت و کری کاری ساخته نیست. ولی من در بین خدایان معابد تندیس های زشتر از این هم دیدم. یعنی از آنها هم کاری بر نمی آید. مواظب حرف‌هایت باش کوزه‌گر. این سوالها به زیان توست. من به این تندیس های مقدس سجده می کنم. اینها خدایان من هستند. ولی
نباید بدانیم که از این خدایان کاری برمی آید یا نه؟ آیا نباید بدانیم چرا این تندیس شکست و از خود دفاع نکرد؟ و آیا انتقام خواهد گرفت یا نه؟ ظاهرا تو خیلی ساده‌ای کوزگر. این مجسمه ها که خدا نیستند، تنها تجسم عینی خداوندند. آها، پس خدایانی وجود دارند که ما بدین شکل برای خود مجسم کردیم. ولی شما فکر نمی کنید که آن خدایان انتقام خواهند گرفت؟ با عرض پوزش از محضر آری جنابان میخواهم مطلبی رو صادقانه عرض کنم. امیدوارم آزرده خاطر نشوید. من فکر میکنم باید خدایی تواناتر از این را برای عبادت برگزید. نمیدانم چگونه خدایی. همانقدر میدانم که باید خدایی قدرتمند باشد که هم از خود دفاع کند و هم از بندگانش. چه تندیسی ساخت؟ به هر چه شباهت داشت به جز به تندیس جوپیتر. تندیس زشت و کریه اما پر خیر و برکت. ولی موجب رهایی ما از شرک شد. برویم. آدونیا با حرکت زیرکانش ما را متوجه حقیقتی بزرگ کرد و آن حقیقت جستجو برای یافتن خداوندی توانا بود. از آن پس مدام آدونیا را می‌دیدیم و پیوسته به خداوند یگانه نزدیکتر می‌شدیم. باید ضربتی عمل کنید. حتی مظنون‌ها را نیز دستگیر کنید. می‌خواهم حتی یک نفر مسیحی در شهر نماند. بله عالی جناب. بیشتر مرمت و آماده سازی شهر به عهده مسیحیان است. امیدوارم برای مراسم استقبال دچار مشکل نشوید. نمایش در حضور امپراتور و نبرد گلادیاتورها هم جزو مراسم استقبال است. به هر حال باید جمعی از مسیحیان دستگیر شوند. همانطور که گفتم تمامی افرادی را که احساس کردید با آدونی ارتباط دارند بگیرید. با دستگیری آنها خیلی ها شناخته می شوند. من یقین دارم که مکسیمیلیان و هلن نسبت به دستگیری همکیشانشان بی تفاوت نخواهند نشست. باید دید آنها تا به کجا تحمل می کنند. خیلی خوب، ببینم چه می کنید. بروید. اطاعت عالی جناب. او مسیحی است. خودم دیدم که به جوپیتر تعظیم نکرد. او مسیحی است. تو یک دروغگوی رسمی. از خانه من بروید بیرون. دستگیرش کنید. رهایش کنید. نبریدش. کاری نکرده. رهایش کنید. مسیحی از آب در میآید. از کجا من؟ شاید تعدادشان بیش از اینها باشد. آدم دیگر به چشمش هم نمیتواند اعتماد کند. هر چقدر از اینها بگیرند کم گرفتند. میترسند تا آمدن امپراتور هم قائله اینها کنده نشود. وای چه آبروریزی خواهد شد. همین رنگ ها رو دارم.
فکر میکنید نباید در حال حاضر حرکتی علیه بتپرستان رومی انجام داد؟ چرا این همه شکنجه و کشتار همکیشانمان را ببینیم و دم نزنیم؟ حرکت علیه رومی ها اشکال ندارد جناب یوانیس. چگونگی آن مهم است. حضور ما در قصر به عنوان مشاوران دیوکلتیانوس به نفع همکیشان ماست. در موقعیت فعلی ما به اشکال گوناگون می توانیم آنان را یاری کرده و مانع بعضی اقدامات علیه آنان بشویم. بیشک باید از هر اقدامی که موقعیت فعلی را به خطر بیفکند دوری کنیم، مگر اینکه به نتیجه مفیدتر و هدفی والاتر دست یابیم. بهتر این است که هر یک مسئولیت بخشی از امور را به عهده بگیریم. موافقم. وظیفه جناب تلمیخا معلوم است. ایشان به عنوان طبیب مخصوص دربار می توانند درون قصر را کنترل کرده و ما را در جریان اخبار قرار دهند. کنترل حوادث و اقداماتی که علیه همکیشانمان صورت میگیرد به عهده من و سعی میکنم در محافل و مجالس مخفی مسیحیان شرکت کنم. برقراری ارتباط با مبلغین مسیحی و جوانان شجاع و فعال شهرم با جناب ماکسیمیلیان. ابلهانه است اگر اجازه دهیم این ملعون‌های بی‌نسب باید ریشه آنان را خشکان. این وظیفه تک تک ماست. مواظب آنان که هستی سرباز. من مسیحی نیستم. خودش از تو را نیستم. نه دروغ میگوید. من مسیحی نیستم. این جاسوس یهودی دروغ میگوید. نه من باهوش تو ایستک. من به خدایان شکایت خواهم کرد. بالا این کار من مسیحی نیستم. من مسیحی نیستم. موش من مسیحی نیستم. این بیشهر نیست مسیحی. بیشهر باید اون رو بکشم. بابا چه کار دارید؟ نمیدانید من که هستم؟ میکنید ما بکشید بابا از همین رو پولش را بریزم. بابا کجا میبرید؟ چه شده؟ مسیحیان رو میگیریم قربان. من مستخدم عالی جناب ماکسیمیلیانم. رهایش کنید. من اون دروغ میگوید. اگر نمیشنوید او یک مسیحی است عالی جناب. مسیحی؟ بله عالی جناب، او یک مسیحی است. عزرائیل شناساییش کرده. من اون را میشناسم. او مسیحی نیست. عالی جناب، این یک مسیحی است. من او را میشناسم.
او به خانه آدونیا رفت و آمد داشت. او خدمتکار جناب مکسیمیلیان داماد عالی جناب دیوکلتیانوس است. آن وقت او را مسیحی میدانی؟ او آزاد است. همه اینها به خاطر فرار آدمی است. تا او را دستگیر نکنند آرام نخواهند نشست. هرچه سریعتر از اینجا بود. اطاعت عالی جناب. چرا تردید میکنین مرد؟ بخر دیگر. نمیاد. اینجا خانه کیست؟ مکسیمیلیان. گالوس را میشناسی؟ چرا میشناسم؟ همونجاست. یافتم. من او را تعقیب کردم. همون بود که آدونیا را فراری داد سر. تو مطمئنی؟ بله عالی جناب. با چشمان خودم دیدم. خودش است. مطمئنم. از تعقیبش دست برمی‌دار. برو. اطاعت میکنم. مأمور زیرم نیست.
جولیوس باید بداند که گستاخیش بی پاسخ نخواهد ماند. مادر چرا ناراحتی؟ تو پسر خوبی باش، من زود برمیگردم. او پایش را از محدوده خود فراتر نهاده است. به اون نشان خواهم داد. گالوس برویم. بانوی من، نمیخواهید صبر کنید تا جناب ماکسیمیلیان تشریف بیاورند؟ نه، این مورد را باید من خودم با پدرم حل کنم. کار جولیوس به جایی رسیده که برای من جاسوس میگمارد. عجب. حرکت کن. هی گالوس، این کالسکه به نظرم آشناست. پس آدونیا رو با این کالسکه فراری دادم. امیدوارم خشم بانو هلن در حضور دقیانوس برایش دردسری ایجاد نکند. و تمام کاهنان معبد دولفی با لباسهای متحد و شکل در مقابل معبد بزرگ از امپراتور عظیم الشأن هادریانوس استقبال کرده و مقدمشان را گلباران خواهند کرد. بازسازی تندیس ژانوس در برابر معبد بانو هلن و همچنین پدر، چه شده است؟ با من کاری داشتی؟ میخواهم با شما تنها صحبت کنم. تو حتی نگاهت را از پدرت دریغ میکنی. به زعم شما باید ماجرای مادرم را فراموش کنم؟ مادر تو به خدایان روم خیانت کرده. آیا باید خیانت او را نادیده میگرفتم؟ قصد من مجادله با شما نیست. فقط خواستم مطلع باشید که جولیوس بر ما جاسوس گمارده. اگر مانع نشوید خودمان چاره خواهیم کرد. گویا بانو هلن عصبانی بودند. گویا یک نفر سگی بر در خانه آنها بسته که آزارشان میدهد. قصد من آزار ایشان نیست. آمدن امپراتور نزدیک است و من باید مراقب همه جا و همه کس باشم عالی جناب. پس ناگزیرم که به وظیفه‌ام عمل کنم. یعنی باور کنم تو
خیال کرده ای من نمیدانم که همیشه چشمان هرزت به دنبال هلن بوده و یا نمیدانم که به شوهرش کینه می‌ورزی؟ من مطالبی دارم که اگر جناب دیوکلتیانوس بشنوند تصدیق خواهند کرد. بله، تصدیق خواهم کرد که جناب ژولیوس مشاور بلندپایه من از وقتی که به عنوان مأمور به فیلادلفیا آمده اند مدام در صدد توطئه علیه بنده و حکومتم هستند و چندان هم بدشان نمی آید که بر تخت من تکیه بزنند و در کاخ من فرمان برانند. دیگر چه چیز را باید تصدیق کنم جناب ژولیوس؟ شما اشتباه میکنید جناب فرماندار. من اشتباه زیاد کردم ژولیوس. سراسر زندگیم پر از اشتباه بوده و یک روز هم دیدی به اشتباه بلایی به سر جناب ژولیوس آوردم. پس حواست را خوب جمع کن. ولی من به شما ثابت خواهم کرد که نیتی جز خدمت شما و امپراتور ندارم. این سعی را بکن، ولی اگر در جهت اثبات شرارت خود بخواهی پافشاری کنی پاهایت را خواهم شکست. تو سابقه مرا خوب میدانی ژولیوس، هم در نزد تراژان و هم نزد هادریانوس. اگر ثابت کردم چه؟ اگر آنچه را که میگویی ثابت کنی خودم با همین دستانم هلن و ماکسیمیلیانوس را گردن خواهم زد. بیا شیرها را آوردم. ببین خب چه شیرهای بزرگی است. اینجا معبد ورودی شهر است. هر کس که وارد شهر می شود باید در برابر تندیس رب و نوع این معبد که نگهبان دروازه هاست سجده کند. یهودی ها چه؟ آنها که خدایان را نمی پرستند. نه، با آنها کاری نداشته باشید. شماها ورود و خروج شهر را کاملا زیر نظر بگیرید. اگر کسی در برابر این تندیس سجده ننمود بدانید خدا پرست است. بدون درنگ او را دستگیر کنید. جنایات دیوکلتیانوس کم بود که در این چند روز قبل از استقبال مضاعف نیز شده است. باید کاری کرد. باید از خداوند بخواهیم به ما صبر و تحمل بدهد که حرکتی نسنجیده نکنیم. همکیشان ما را قطع قطع می کنند. آنها را گروه گروه به تیغه مرگ می سپارند. آن وقت تو از صبر و تحمل سخن می گویی؟ منظور او این است که قبل از هر اقدامی باید خوب فکر کنیم. بسیار خوب فکر کنیم. منتها فکری که منتهی به عمل شود. مثلا فکر کنیم که شهر را چگونه در برابر امپراتور ناامن جلوه دهیم، یا چگونه ژولیوس و یارانش را از دستگیری دست جمعی مسیحیان باز بداریم، و یا اینکه انتقام خون همکیشانمان را چگونه بستانیم. اینها همه آرزوی قلبی ماست، اما آیا
تحقق همه اینها ممکن است؟ من فکر میکنم اگر حسابگرانه عمل کنیم به بسیاری از این آرزوها دست خواهیم یافت. مثلا با شکستن بت‌ها، آتش زدن بتخانه ها می توانیم امنیت شهر را مختل کنیم. و با کشتن دقیانوس و امپراتور هم می توان جلوی دستگیری همکیشانمان را گرفت و هم انتقام خونشان. ناامنی شهر عملی است، اما کشتن آن دو به سهولت مقدور نیست. به گمان من آن هم مشکل نیست. ما به عنوان مشاوران دربار به راحتی می توانیم هم به دقیانوس نزدیک شویم و هم به امپراتور. می بینید که می شود در یک فرصت مناسب نیت خود را عملی کرد. بله، این شدنی است، به شرط آنکه دست از جان شسته باشید. شستن دست از جان مشکل است؟ نه، ولی باید دید آیا با گذاشتن از جان نتیجه مطلوب حاصل می شود یا نه. من یقین دارم که می شود. تصمیم در این مورد نیاز به بررسی و تعمق بیشتر دارد. اما فعلا شکستن بت‌ها و بتخانه ها را می توان آغاز کرد. منم موافقم. شما دو تن همیشه در امور تعلل می کنید و من هم چاره جز همراهی ندارم. این همه عجول نباش مارتینوس. ابتدا باید مانع اقدامات جولیوس شویم، برای بعد هم فکری خواهیم کرد. برویم. شنیدم تعدادی اسیر از روستاهای اطراف به طرف شهر می آورد. بعد نیست سری به آنها بزنیم. در سرزمین مقتدر عظیم امپراتوری روم و در قلمرو حکومتی من و در روز روشن چند ولگرد به سربازان ما حمله می کنند، چند مجرم را آزاد می کنند و کسی نیست که در این شهر جلوی آنان را بگیرد. پس شماها چه غلطی می کنید در این شهر؟ امپراتور در راه است و اوضاع شهر از همیشه آشفته تر. امپراتور گمان نمی کنند که اوضاع نابسامان از ضعف و بی‌عرضگی مشاورین نالایق من است. ایشان فکر می کنند که دیوکلتیانوس فرمانده لشکر پنجم امپراتوری عظیم روم آنچنان ضعیف شده است که یک مشت شغالان بی‌هویت خائن به ما شبیخون میزنند، سربازان ما را میکشند و اسیران ما را آزاد میکنند. اتفاقی نیفتاده است. اتفاقی نیفتاده جولیوس؟ چند نفر راهزن به سربازان ما حمله کردند که به زودی دستگیر خواهند شد. جولیوس، به مسیحیان بیشتر سختگیری کنید. انگار آنان تمام شدنی نیست. تمام شدنی هستند داری جناب، اما همونطور که قبلا گفتم
ابتدا باید فکری برای داخل قصر بکنید. متاسفانه خبرهای قصر به بیرون رخ نمی کند. مشکل اینجاست عالی جناب. به نظر من هشدار جناب جولیوس هشدار به جایی سالی جناب. عالی جناب. دشمنان هرگاه که نتوانند بر نیروی نظامی یک حکومت غلبه کنند، به داخل تالارها و قصرها رخنه کرده و از درون آن را میپوسانند. در آستانه ورود امپراتور حرکت مذبوحانه چند خائن نباید جناب دیوکلتیانوس را این چنین برآشفته کند. شما همه از دشمنان داخل قصر میگویید و هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ندارید. اگر حقیقت میگویید ثابت کنید تا من به خیانتکاران چنان مرگی بچشانم که در تاریخ بماند. بانو هلن. هلن عزیز، امروز کدامین الهه بر این قصر نظر کرده که اینجا رو به قدوم خود مزین کرده؟ خب اینجا چه میکنی؟ متشکرم آتنه، شما همیشه به من لطف داشتید. خودت میدانی که این روزها همه مشغولند. ما هم داریم خودمان را برای ورود امپراتور آماده میکنیم. دیوکلتیان میگوید همسر امپراتور زن قدرتمندی است و روی امپراتور نفوذ دارد. باید او را تحت تأثیر قرار دهیم. مطمئنم که تو میتوانی. من اوصاف همسر امپراتور را شنیدم. او زن جاه طلب و متکبری است. چقدر از این گروه زنها بیزارم. اصلا نفوذپذیر نیستند. در سنگ نفوذ ممکن است، اما بر اینها ممکن نیست. حیف که زن امپراتور است. اما تو نفوذ خوبی بر پدرم داری. هوش و کیاست تو پدرم را تحت تاثیر قرار داده است. بارها دیدم که به خاطر تو کاری را انجام داده و یا از کاری دست کشیده است. حتما همسر امپراتور را هم میتوانی تحت تاثیر خود قرار دهی. مبالغه میکنی هلن. شاید تا حدودی اینگونه باشد، اما این روزها پدرت شک دارم که زئوس را هم بشناسد. همانقدر که تو او را میبینی من هم میبینم. همه ی فکر و ذکرش شده امپراتور. هدیه برای امپراتور، استقبال از امپراتور، آینده برای امپراتور، گذشته با امپراتور. همه‌اش میترسد وقتی امپراتور اینجا باشد اتفاقی بیفتد. اتفاقا من برای همین به اینجا آمدم. دامن زدن به نارضایتی مردم ممکن است آنان را وادار به عکس‌العمل کند. گفتم تو بی جهت پیش ما نمیایی. آتنه، مسئله خیلی جدی است. من فکر میکنم پدرم مشاوران خوبی ندارد. این همه قتل و شکنجه و زندان میتواند حکومت او را متزلزل کند. تا کی میتواند مسیحیان را بکشد؟ این مسیحیان که تمام شدنی نیستند.
تو باید با او صحبت کنی. چرا خودت با او صحبت نمی کنی؟ میدانی که رابطه ما زیاد خوب نیست، اما با خصوصیاتی که در تو سراغ دارم تو حتما میتوانی او را متقاعد کنی. این کارها به نفع او نیست. تردید دارم. در این شرایط او به حرف هیچ کس گوش نمیدهد. من نگران آنم که در زمان حضور امپراتور در فیلادلفیا اتفاق ناگواری بیفتد و یا بعضی ها سر به شورش بردارند. در این صورت ما ضرر کرده ایم و این به نفع پدرم نیست. مثل میمون را میرمک، چقدر زور را میرمی، بیا. خوب است، همانجا نزدش کنید. خوب است. مراقب باشید. چه میکنید؟ این چه وضعی است؟ خدا چه میکنید؟ پس مسیحتان کجا؟ چرا به یاریتان نمی‌آید؟ اینها را از کجا دستگیر کردند؟ ای قاتلان اولیا و پیامبران خدا. آرام باش یوانیس، آرام باش. باید دندان بر جگر بگذاریم و صبر کنیم. چاره ای نیست. چاره ای نیست؟ الان میگویم چاره اصلا نیست. چه خبر است یوانیس؟ دست نگه دار. مگر نمیبینی این چاپلوسان چگونه در مرگ و اسارت همکیشان و برادران ما پایکوبی میکنند؟ چرا میبینی؟ گمان میکنی فقط خودت میبینی؟ آرام باش. باید چاره دیگر جستجو کرد. کم بخور! وای چقدر خوشحالم. او هم خوشحالم. برای اینطوری هست. پس بهتر است با هم کاری کنیم. کابتون جانم. بهتون جانم. چه شده کمرت در؟ چرا میخواد بجام تکون بخور زودتر برو تکون بخور بجام با من بیایید. اینها همه دستور جولیوس است، نه دیوکلتیانوس. چه فرقی میکند؟ من امروز یا کشته میشوم یا جلوی کشتار بیرحمانه دست جمعی مسیحیان را میگیرم. باشد قبول. من هم قبول دارم. قبول. اگر به قیمت کشتن جولیوس و دیوکلتیانوس هم تمام شده جلوی این جنایت را میگیریم. اما دوستان فعلا بهتر است از مسیحیان سخن نگوییم. ما کارگر میخواهیم. اجرای دستورات جناب دیوکلتیانوس هم بدون کارگر نمی شود. درست است. و بیشتر کارگران هم مسیحی هستند. فکر خوبی است. آری. برویم. خب که اینطور عالی جنابان مشاورین، اگر جهت اعتراض به رکود کارها آمده اید پیشتر از این عالی جنابان شنیدم.
درست است عالی جناب. ما نیز به همین دلیل خدمت رسیده ایم. خب به نظر شما چه عاملی باعث رکود کارها شده است؟ جناب دیوکلتیانوس برای آمفی‌تئاتر تعدادی مسیحی میخواستند یا همه کارگران شهر را؟ جناب ماکسیمیلیانوس چه فرقی میکند؟ عالی جناب، بیشترین مرمت و بازسازی معابد را کارگرانی انجام میدهند که به جرم مسیحی بودن دستگیر میشوند. نصب مجسمه امپراتور در میانه میدان نیمه کاره رها شده، چرا که جناب ژولیوس تصمیم به دستگیری کارگران گرفتند. ببخشید عالی جنابان، دلیل این همه نگرانی و التهاب شما فقط همین است یا اینکه دلایل دیگری در کار است؟ شما همیشه پا را از محدوده خود فراتر میگذارید. مواظب زبانتان باشید. من تلخی نیش تهمت را خوب میفهمم، اما خوب تحمل نمی کنم. مشاورین مرا ببینید. به جای آماده سازی شهر چنگ و دندان به هم نشان میدهند. به نظر عالی جناب، آیا مرمت و بازسازی شهر بدون نیروی انسانی لازم ممکن است؟ جولیوس، به کارگرانی که در حال آماده سازی شهر مشغول هستند فعلا کاری نداشته باشید تا بعد. ولی عالی جناب، شما دلیل دستگیری آنان را خوب میدانید. من به دنبال آدونیا هستم. میدانم. تو میخواهی به خاطر یک نفر یک شهر را قتل عام کنی؟ من چگونه میتوانم ثابت کنم؟ بس است! کافیست جولیوس، کافیست! چند روز دیگر امپراتور از راه میرسد، آن وقت شما مشغول نزاع با یکدیگر هستید. بروید سر کارهایتان، بروید. ماکسیمیلیان، ماکسیمیلیان، هویت تو برای همیشه پنهان نمیماند. یک روز ثابت خواهم کرد که اشرافزاده بزرگ روم دیگر ژوپیتر را نمیپرستد. آن روز استخوان‌های رومولوس از این خبر در قبر خواهد لرزید. میگویند رومولوس با شیر گرگ بزرگ شده، ولی به گمانم تو را با زهر افعی پروراندند. و جناب ماکسیمیلیان یک روز زهر این افعی را خواهند چشید. من هم منتظر آن روز خواهم بود. آیا از ما برای جناب ژولیوس کمکی ساخته است؟ کجا میرید ببینم؟ بچرخانی. آها، یادم. خوب است. مواظب باشید به جایی نکنم. مراقب باشید. خوب است. یه خورده جلوتر. خوب است. آرام بچرخانید این زمین. عجب ممنوش. آرام. مراقب مجسمه امپراتور باشید. آرام بچرخانید دکانه را. خوب است. آرام. خوب است. مراقب باشید. مراقب مجسمه باشید، دست تکون نکنه. خوب است. دکانه را
آرام بچشید بالا. آرام بچشید بالا. محکم بگید بچشید بالا. موج. آیا شما راقب باش. ای تو راقب باش. مواظب باشید. خوب است. آرام. دنباله را آرام بیارید پایین. های احتیاط کنید. مواظب باشید مجسمه امپراتور را زخمی نکنید. خوب است. آرام تو گمان میکنی که دیوکلتیانوس سخنان جولیوس را در مورد هلن و ماکسیمیلیان باور نکرده؟ جولیوس با سوء نظر به بانو هلن اعتبار خود را در نزد دیوکلتیانوس از دست داده، وگرنه با اطلاعاتی که او دارد باید تا به حال ماکسیمیلیان و هلن را نابود کرده باشد. ضمناً دیوکلتیانوس از جاه طلبی و تلاش جولیوس برای کسب قدرت بیشتر آگاه است و همین موجب شده که به سخنان جولیوس چندان اهمیت ندهد. جولیوس برای تحکیم قدرت خود نزد دیوکلتیانوس قصد تصاحب هلن را دارد و بیشک برای رسیدن به این امر دست از تلاش بر نخواهد داشت. و اگر به دیوکلتیانوس ثابت شود که دختر و دامادش خدایان روم را پرستش نمی کنند و خدای یگانه را می پرستند، لحظه‌ای در نابودی آنان شک نخواهد کرد. خیلی باید احتیاط کرد. فراموش نکن هر اتفاقی که برای آنان بیفتد برای ما نیز خواهد افتاد. من که هر لحظه منتظر حادثه ای هستم. مرها هیچ فقط باید خوب است. بیاریدشان. بیاریدشان. بیایید. بیستید. بیستید. او مسیحی است. دستگیرش کنید. دستگیرش کنید. رهایش کنید. رهایش کنید. او دروغ میگوید. رهایش کنید. دست نگه دارید. چه میکنید؟ صبر کنید. این کارگر رو کجا میبرید؟ رهایش کنید. قربانت کردم. سرم به فدایت. او یک مسیحی است. از کجا فهمیدید؟ عالی جناب، یوشع از مأمورین جناب جولیوس است. او مسیحیان را خوب میشناسد. اینجا فعلا به او احتیاج است. او کارگر قابلی است. رهایش کنید تا بعد. سپاسگزارم. با اجازه برویم. یاریدشان. ای کاش برای آنها هم می توانستیم کاری انجام دهیم. تا کی باید این وضع را تحمل کنیم؟ تا کی؟